مصطفی هستم. خیلی خوش اومدین به کانالم. اولین ویدیوی من از کانال مستر مصطفی هستش. راستش خیلی استرس دارم. اصلا یه جوری هم بخاطر اینکه ترسم کلمه چیز مثلا اشتباه بکنم. این که طبیعیه، مثلا هر یوتیوبری هم بخواد یوتیوب شروع کنه استرس داشته و هر راه افتاده. حالا نمونه هایی هستن و حالا به ویدیوهاشون ریاکت خواهیم رفت. یوتیوبرهای خیلی خفن ایرانی به ویدیوهاشون ریاکت میریم. بالا خب بچه من خواستم یه توضیح بدم چرا اصلا اومدم یوتیوب. من بچه ها به یه سری از دلایل مجبور شدم بیام یوتیوب. حالا این دلایل شخصی نمیتونم توضیح بدم خیلی، حالا در آینده میپردازیم بهش. یک دومی که من خواستم راجع به روتور و اینو توضیح بدم که کی میاد، کی با فیس میام، کی کیوانه میگم. من بچه ها اسمم که گفتم، خب من اصلا آدم نیستم که اسممو نگم، میگم اسم دیگه. ولی من الان مثلا حالا اسم اینکه کار ربطی ندارم. مثلا بعضی از یوتیوبرها اسمشون رو میخوان پنهان کنن، مثلا صدگی مثلا میشن میگن اسمشون رو. حالا ما اسممون رو میخوایم بگیم. مصطفی هستم و من 5K Q&A میگیرم. بعد بچه ها سوالاتتون رو توی کامنت دادم بپرسید، من جواب میدم. سوالاتتون رو توی کامنت دادم بپرسید 5K و با حالا کی با فیس میام. فیس رو نمیتونم بگم چون من موبایل خواسته باشم یه سیستم جمع جور کنم با کل تجهیزات خوب. حداقل 400 تومن وسایل میخوام. حداقل آدم بالخرجی هم خیلی نیستم. فعلا با همین گوشی شیائومی ردمی 12C ویدیوهامو براتون آپلود میکنم تند. فقط هم یه چنل داریم. گیم پلی کلا خیلی اهلش نیستم. مثلا بیشتر چالشی ویدیو چالشی. بعد اینکه سومین نکته، من بچه خیلی قرار نیسته با خودم فشار بیارم. مثلا اونقدری برای بازیم تا حالا خرج نکردم و نخواهم کرد از این به بعد. اینجوری میام که مینر با اکانتمه کلا من 200 و نزدیک 300 تومن پول برای بازی دادم. خیلی حقیقتش پول به بازی ندیم بچه ها، نمیارزه. مگه اینکه کسی مالیش خوب باشه. حالا مال منم خوبه ولی مثلا پول خیلی به بازی نمیخوام بدم. این 4مین نکته هم بگم، من خیلی بچه ها آدم ساکتی هم. تا کسی کار به من نگیره کار نمیگیرم، بهش نخواهم گرفت. و اصلا هم دوست ندارم با یوتیوبرهای ایرانی مثل فانشاد، حسین امیل، سامان بال، سالارهات اصلا دوست ندارم بحثم بشه، چون ایرانیم. هممون باید به هم احترام بگذاریم. نباید چیز کنیم مثلا خدای نکرده با هم فحشی چیزی بدیم. اهل فحشم خیلی نیستم. مثلا تا کسی به کار نداشت میگم، تا کسی به من کار نداشته باشه کاریش ندارم. ولی اگر ببینم اون شخص طرف داره مثلا من بی احترامی میکنه، دیگه هویی اول که کار ندارم. من هر کی دلش میخواد هر جور میتونه رفتار کنه. منم کار خودمو میکنم، وظیفمه، عشق منید. من براتون هر روز کنم بخشید هر 2 روز یه بار میتونم یه ویدیو آپلود میکنم براتون. دم تک تکتون گرم که به هر حال دارین تو روی این یوتیوب فعالیت میکنین.
به هر حال فعالیت میکنین و امیدوارم که همتون، خودم که نمیدونم ولی همتون امیدوارم انشالله به 100K برسین، لوحتون رو ببینم، آواتار بنر یوتیوبریتون رو ببینم و اینکه حالا چه نگاه حالا خیلی اول ویدیو رو حساساتی نشیم و اینکه من بچه ها خب من نکته هایی که گفتم به سراغ شروع شدن ویدیو. قبل شروع شدن ویدیو لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. میدونین که با لایک کردن، کامنت گذاشتن و ساب کردن چنل من خیلی بهم انرژی میدین. دم تک تکتون گرم. بریم سراغ شروع شدن ویدیو. خیلی خوب بچه ها، یه نکته بچه من ادیتور ندارم، ادیتور خودم میزنم، ادیتور حالا ساده ایه. خیلی خوب از اون بحثا بگذاریم و بریم قسمت کرفلن که من اینو از یه یوتیوبر ایرانی حقیقتش دارم برداشت میکنم. گفته بود که اون یوتیوبر کرفلند رنکینگ اومده، درسته؟ بله همینه، کرفلند رنکینگ همین. بریم ببینیم. شد ازش من این ویدیو رو از کانال مستر فکر کنم متین بود اسمشون. بله مستر متین. حقیقتش خودش کردم چون فیلم برای اول کار ویدیویی نمیخواستم، ویدیویی از بچه مثلا بسنی من خوش نی سمشو خیلی اصلا کنم. من سال 2019 اومدم توی فری فایر. بچه رسه قابلیت بچه صدا رو کم میکنم من. بچه من این بود فقط باید هد بزنین، فقط هد. وست مثلا بزنم من نمیخوره، شما به بدن طرف تیر بزنین حساب نمیشه. شما چون من یکم دستم گرم نیه از صبح من این کار رو یوتیوب هم کردم. دهنت یا خودو بکن. من بچه گوشی میکنم چون پردازنده ضعیفه، مجبورم روی گرافیکم و روی اسمات بزنم و اینکه
شروع چون مادید حقیقتش دیزرت هم خیلی اصلا داغونه. الان خودتون شاهده کن. بردیم چه جالب. نزامیده بودم من تا حالا. 80 تومن به این اضافه کن. خیلی خوب بچه‌ها، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا جمعه خدا نگهدار.